یه خونه 109 ساله 1.5 میلیون دلاری توی نورت ونکوور. بریم با همدیگه ببینیم. ورودی این خونه همینطور که میبینید عین یه باغ میمونه و واقعا زیباست. درها و پنجره ها بی‌نظیره و وقتی که وارد میخوای بشی با این مجسمه عجیب روبرو میشی که حس عجیبی به آدم میده. داخل این خونه با وسایلی پر شده که واقعا عین موزه میمونه و طرح خونه، درها، پنجره ها، سقف و هر چیزی که تو این خونه هست رو با دقت نگاه کنید و لذتش رو ببرید. 109 سال زندگی انسان‌هایی که تو این خونه بودن. حتی دستشویی حموم هم هنوز همون شکلیه و حس خوبی به انسان‌هایی میده که میخوان این خونه رو بخرن و ازش استفاده کنن. این خونه هریتیج هست ولی پروتکتد نیست و میتونین تغییراتی توش بدین. طبقه پایین این خونه هم یه قسمت رک روم داره و لاندری و مسائل دیگه که من جرئت نکردم برم پایین، همینطور که میبینید چراغ خاموش بود. طبقه بالا بسیار زیباست، یعنی یک حسی میده که هیچ خونه‌ای به من نداد. واقعا حس یک اصالت خاص در این خونه به چشم میخوره. از در و دیوار، تمام چراغ‌ها بگیر و حتی وسایل حس نوستالژی به آدم میده. برای اطلاعات بیشتر درباره این خونه با من حمید حقیقت تماس بگیرید.